میدونی چرا بعضیا بدون پتو نمیتونن بخوابن؟ شاید اولین پاسخت این باشه که خب گرما لازمه، درسته؟ اما اگه گرما واقعا کل ماجرا بود، چرا بعضیا حتی توی اتاق گرم و تاریک هم بیدار میمونن؟ و چرا بعضیا بدون هیچ مشکلی میخوابن؟ حالا بیا یه قدم عمیق‌تر بریم. آیا واقعا خواب یه فرآیند کاملا فیزیولوژیکیه یا ذهن ما دنبال یه چیز عمیق‌تر، یه حس امنیت روانی؟ فکر کردی چرا وقتی بچه در آغوش مادرش قرار میگیره آروم میگیره و راحت میخوابه؟ اون تماس لمسی، اون فشار امن، یه پیام قدرتمند به مغز: من امنم، میتونم ریلکس کنم. بزرگسالان هنوز به همون حس نیاز دارن، ولی ابزارشون تغییر کرده. یه پتو، یه لحاف سنگین یا حتی یه بالشت نرم و منسجم میتونه همون نقش رو بازی کنه. حالا یه سوال پیچیده‌تر: چرا بعضیا حتی با پتو هم نمیتونن بخوابن؟ آیا این یعنی پتو بی‌اثر شده یا مشکل ریشه عمیق‌تری در مغز و روانشونه؟ پاسخ برمیگرده به ترکیبی از حس امنیت لمسی، وابستگی ایمن یا ناایمن و تجربه‌های دوران کودکی. بیا علمی‌تر نگاه کنیم. وقتی فشار ملایم روی بدن حس می‌کنیم، مغز پیام واضحی دریافت می‌کنه: اینجا امنه، میتونم ریلکس کنم. این چیزی که روانشناسا بهش میگن تکتایل کامفورت. اما نکته جالب اینه که سیستم عصبی ما، به ویژه شاخه پاراسمپاتیک سیستم عصبی خودکار، دقیقاً همین محرک‌ها رو به عنوان نشونه آرامش ثبت می‌کنه. ضربان قلب کاهش پیدا می‌کنه و فشار خون پایین میاد و تنش عضلانی کم میشه. هورمونای مثل سروتونین و اکسیتوسین آزاد میشن و مغز پیام امنیت و آرامش میگیره. همه اینا برمیگرده به تجربه‌های دوران کودکی و نوع وابستگی. کودکانی که در محیطی پر از طرد و بی‌توجهی یا محرومیت عاطفی بزرگ شدن، مغزشون یاد گرفته که امنیت پایدار ناپایده و باید همیشه آماده باشه. وقتی بزرگسال میشن، اون الگوی مغزی هنوز پابرجاست و بدون محرک آرامش بخش مثل پتو یا لمس، مغز پیام تهدید دریافت میکنه و ورود به خواب مسدود میشه. چرا پتوی لحاف سنگین همچی اثری داره؟ دلیلش در تعامل نورسنسورهای پوستی و شبکه‌های عصبی پاراسمپاتیک نهفته. وقتی فشار یک نواخت حس میشه، مغز اون رو به عنوان لمس امن تفسیر میکنه، نه لمس تصادفی یا تهدیدآمیز. این باعث میشه سیستم هورمونی عصبی همسو بشه و بدن وارد خواب بازسازی کننده و عمیق بشه. آیا همه به یه اندازه به این محرک نیاز دارن؟ نه، دقیقاً به تجربه‌های شخصی برمیگرده. افرادی که تجربه کودکی امن‌تری داشتن شاید بدون پتو هم راحت بخوابن، اما کسایی که تجربه‌های طرد و بی‌توجهی یا اضطراب شدید داشتن به محرک‌های آرامش بخش نیاز دارن تا مغزشون پیام امنیت دریافت کنه. حالا فکر کردی چرا وقتی پتو روی خودت میکشی حس آرامش فوری ایجاد میشه؟ این حس فقط سطحی نیست. مغز دقیقاً همون چیزی رو دریافت میکنه که انتظارش رو داره: پیام امنیت. این پیام باعث میشه ضربان قلب کاهش پیدا کنه، فشار خون کم بشه و بدن آماده بشه تا از مرحله بیداری به مرحله عمیق خواب منتقل بشه. حس امنیت لمسی پیله بین روانشناسی، فیزیولوژی، تجربه‌های کودکی و خواب راحته. حالا میدونی پشت این نیاز ساده یه علم عمیق و یه تاریخچه شخصی نهفته است. دفعه بعد که پتو کشیدی روی خودت، میتونی با آگاهی بیشتر از خواب لذت ببری و حتی تجربه امنیت و آرامش دوران کودکی رو بازسازی کنی. و در آخر باید بگم که این اولین ویدیوی منه. اگه به نظرت کارم ارزش ادامه دادن داره بهم بگو. ازت میخوام با هم رک باشی. انتقاد مثبت یا منفی فرقی نمیکنه. قطعاً اگه یه روز یه یوتیوبر بزرگ بشم، کامنتای این ویدیو رو اصلا فراموش نمیکنم.